اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با عرض سلام مجدد خدمت تمامی شما عزیزان و دوستان و کسانی هم که بعداً برنامه را می‌بینند و به امید صحت و سلامتی و طلب رحمت و مغفرت از بارگاه الهی، قسمت سوم یا چهارم سوره مبارکه حمد خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. انشالله که بتانیم امروز این سوره را به پایان برسانیم. در جلسات قبل رسیدیم تا اینجا که خداوند میفرماید مالک یوم الدین، آیه چهارم. در آیات بالا که خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، در اینجا گفتیم که اول که خداوند بسم الله را آغاز میکند سخن از آفرینش هست. در بعد که میفرماید الحمد لله رب العالمین، یعنی آن خدایی که این آفرینش را آغاز کرده هست و این خلقت را به وجود آورده هست رب هست. کلمه رب را گفتیم به معنای مالک هم معنا میدهد، اما مالکی که پرورش دهنده هست، آن خدایی که این زمین و آسمان این خلقت را آفریده هست به حال خویش رها نکرده است و آن را پرورش میدهد و همیشه معیتش با این موجودات یا این عالم هستی هست. رب العالمین، عالمین را هم گفتیم به جمع عالم به معنای آنچه که برای انسان در وجود برای وجود خداوند علم آور است می شود عالم، که یعنی تمام عالم خلقت می شود هر کدام اینها یک عالمه. الرحمن الرحیم، امان طوره که خلقت خداوند آفرینش عالم از سر رحمت پروردگار بود، به تعقیبش که فرمود الرحمن الرحیم، در اینجا هم میبینیم که در پرورش عالم هم باز از امان رحمت پروردگار هست. امان طور که آفرینش عالم خلقت از رحمت پروردگار سرچشمه میگیرد، پرورش و ربوبیت پروردگار در عالم خلقت نیز با رحمت او توأم هست. حالا در اینجا می رسیم به سخن دیگر که قرآن می فرماید، آیه چهارم مالک یوم الدین. در هفته گذشته گفتیم خداوند سه صفت را در قرآن کریم به خود نسبت داده است که یکی مالک باشد، دوم ملک باشد و سوم ملیک باشد. کلمه مالک به معنای مالکیت بر اجسام هست و کلمه ملک از ملوکیت هست. ملوکیت یعنی حاکمیت بر جانها هست. و سوم که ملیک هست، ان ملیک مقتدر که قرآن می فرماید، یعنی ثبات، دوام و شدت این دو صفت قبلی را می رساند. حالا بیاییم این معنا را هم در این آیه شریفه اگر مطابقت بدهیم، خداوند فرمود مالک یوم الدین، خداوند مالک روز جزا هست، یعنی امان مالکیت و ملوکیت که خداوند در عالم خلقت امروز دارد، همان عالم در عالم یوم قیامت نیز هم امین مالکیت و ملوکیت خداوند هست، یعنی او صاحب روز قیامت هست. این یک مطلب هست. مطلب دوم که در اینجا فرمود مالک یوم الدین، خود کلمه دینی که در اینجا آمده هست ما میبینیم در متون دینی ما هم و در لسان عربی به حساب میبینیم کلمه دین خودش به سه معنا هست. معنای اولی که در ذهن همه ما آشنا هست، وقتی ما میگوییم دین در ذهن ما از شریعت به ذهن ما میرسد که این میشود کلمه دین مشترک بین زبان فارسی و زبان عربی، که در زبان عربی هم به شریعت دین گفته می شود و در زبان فارسی ما هم به شریعت و دینی که ما داریم و این هم دین میگوییم. این یک معنا هست. معنای دوم دین که دیگر در زبان عربی دارد و این شامل زبان فارسی نمی شود، دین به معنای حساب هست که از دیان می آید، دیان به معنای حسابرسی. این معنای دوم. معنای سوم دین در کلام عرب به معنای جزا و کیفر هست. این سه معنا در خود کلمه دین نهفته است. حالا این سه معنا را بیاییم مطابقت بدهیم بر خود آیه شریفه که فرمود مالک یوم الدین، او صاحب مالک و حاکم روز جزا هست. حالا که فرمود یوم الدین میبینیم که خداوند زمانی که از خلقت خویش میگوید، از آفرینش میگوید و بعد از پرورش میگوید،
اگر این دو قاعده را بیاییم به هم پیوند بزنیم، باید یک غایت داشته باشد، باید یک هدف داشته باشد از این آفرینش، که خود این آفرینش و پرورش به اصطلاح که غایت داشته باشد باید روز دین و روز جزا باشد، که اگر این روز دین و روز جزا و حسابرسی نباشد، دیگر این خلقت می شود یک امر بیهوده و امر عبث. این به صورت کلی می بینیم از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر حکمت پروردگار هم باید بعد از آفرینش و پرورش باید جزا و پاداش و کیفر و حسابرسی باشد. حالا اینجا هم که خداوند می‌فرماید مالک یوم الدین، کلمه دین را گفتیم به معنای حسابرسی هست، یعنی او مالک آن روز هست که در آن روز حسابرسی صورت می‌گیرد. زمانی که ما حسابرسی را می‌آییم در قرآن کریم بررسی می‌کنیم، اولین نکته که یا اولین یا بهترین آیه که به ذهن ما میرسد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره به ذهن ما خطور میکنه. یعنی حساب خداوند خیلی دقیق است و حساب خداوند ذره ذره حسابرسی می شود. حالا به تعقیبش گفتیم معنای دوم دین به معنای جزا و کیفر هست. در هر جایی که حسابرسی دقیق باشد، در پهلوی این حسابرسی دقیق کیفر و جزا هم نهفته هست و هست، و به خاطر این که در آنجا که با افراد یا اشخاص یا در هر سازمان شما در نظر بگیرید که حسابرسی دقیق اگر صورت میگیرد، در پهلوی آن برای آنانی که اعمال نیک و کار شایسته انجام داده‌اند جزا و پاداش نیک داده می شود، و برای آنانی که کار و عمل زشت انجام دادند کیفر و جزا داده می شود. حالا این دو معنا در خود همین کلمه دین نهفته است که فرمود که مالک یوم الدین هم حسابرسی هست و هم جزا و کیفر هست، که این دو با هم پیوند دارد. حالا این دو پیوند یا این دو مسئله که اول حسابرسی باشد و دوم جزا و کیفر باشد، بر کدام اساس داده می شود؟ گفتیم کلمه دین به معنای شریعت هم معنا می دهد، یعنی آن حسابرسی که در آن روز پروردگار می کند بر اساس دین می کند، بر اساس این شریعتی که ما امروز از آن پیروی می کنیم به همین اساس صورت می گیرد. این مطالب در خود دل همین آیه هست. مطلب دیگری هم که سریع بگوییم این است که خداوند زمانی که می‌فرماید مالک یوم الدین، او صاحب و مالک روز جزا است، آیا مالک و صاحب دنیا خداوند امروز الاعوذ بالله بگوییم نیست؟ بله، مالکیت خداوند هم در دنیا هست هم در آخرت هست، اما افراد انسان‌ها کمتر مالکیت خداوند را در دنیا احساس می‌کنند، چون غبارهای در پیش یا مقابل چشم ما انسان ها هست. خودخواهی های ما، خودبینی های ما، تجملات دنیوی، اینها مسائل می شود که ما مالکیت خداوند را در دنیا کمتر احساس می کنیم و کمتر درک می کنیم. اما مالک یوم الدین که خداوند می فرماید در آن روز روزی هست که تمام حجاب ها برداشته می شود و تمامی انسان ها مالکیت خداوند را به عینیت درک می کنند. بنابراین خداوند فرمود مالک یوم الدین. در آیه بعد خداوند می فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. و گفته مفسرین عظام که این آیه شریفه که آیه 5 سوره مبارکه هم باشد، از شاهفرد این سوره مبارکه هست، که یعنی تمام این مسائل که در قرآن هست و در سوره هم هست و در مسائل دینی ما هست، تمام اینها جمع می شود در همین یک آیه شریفه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا فقط تو را می پرستم و از تو یاری می جویم. می بینیم اولین نکته را که در اینجا بیان می کند عبادت را بیان می کند و ابراز بندگی بیان می شود. این یک نکته هست. نکته دوم که فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود کلمه ایاک نعبد که در اینجا آمده هست میبینیم که
فقط تو را می پرستم. کلمه فقط در اینجا نیامده هست، بلکه همان فعلی که به اصطلاح یا قواعدی که در زبان عرب وجود دارد از دل آن این معنا استخراج می شود. چون قاعده عرب این است که اول باید فعل بیاید، بعد فاعل بیاید، بعد مفعول بیاید در جمله. زمانی که این سلسله برهم می خورد و اول فاعل می آید و بعد فعل می آید، این حصر و انحصار را می رساند. در این آیه شریفه هم باید می بود نعبدک، یعنی تو را می پرستم، اما فرمود ایاک نعبدو، یعنی من تو را می پرستم. می بینیم این در سلسله برهم خورده است، یعنی حصر را می رساند. از همین جا هست که معنا می کنند مفسرین نظام که یعنی فقط تو را می پرستم. این یک مطلب. مطلب دوم که فرمود نعبدو، یعنی ما تو را می پرستیم، کلمه به صورت جمع آمده است که بعداً سرش صحبت می کنیم. اما خود این که خود عبادت، یا میبینیم در اینجا عبادت به چی معنا هست. کلمه عبادت زمانی که سخنش به میان میآید میفرمایند بعضی ها که خود کلمه عبادت یعنی اطاعت هست. اما در خود همین اطاعت اگر ما بیاییم، خداوند در خود قرآن میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول، شما از خدا اطاعت کنید و از رسول او اطاعت کنید. ما از رسول اطاعت میکنیم به امر پروردگار، اما رسول را که ما پرستش نمی کنیم، عبادت نمی کنیم، بلکه عبادت فقط و فقط از آن خداوند است. در مورد معنای دوم که عبادت خودش به معنای پرستش کردن هست، می فرمایند که یعنی این پرستش کردن به معنای تسلیم بودن هست. ما به امر رسول و به امر ائمه اطهار نیز به خود قرآن می بینیم باز هم تسلیم هستیم، اما ما اینها را نمی پرستیم. پس خود تسلیم بودن و اطاعت کردن معنای کلی پرستش را نمی رساند، بلکه خود اطاعت کردن و تسلیم بودن از اجزای مهم عبادت و یا پرستش هست. این نکته خیلی باریک هست که باید در این مورد دقت کنیم، که تکرار می کنم که اطاعت کردن و تسلیم بودن از اجزای پرستش هست، نه خود پرستش. پس خود پرستش چی است و چی گونه هست؟ خود پرستش آن است که ما تمامی اعمال خویش را بر محور به اصطلاح قرار می دهیم که آن محوریت را برای خود الله قرار داده ایم. یعنی سخن گفتن من، عمل کردن من، تمام اینها یک هدف باید داشته باشد، یک غایت داشته باشد، یک نیت من در قلب داشته باشم که زمان هم که بر نماز خویش می ایستم یا روزه ای را می گیرم یا حج می روم، اینها بر کدام محور هست؟ بر محور وحدانیت پروردگار باید بچرخد. اعمال که محوریت اصلی آن بر اساس آن محور اصلی که من برای خیش تعیین کرده ام اگر چرخید، در این مورد می شود پرستش. پرستش به این معنا هست، نه اطاعت می شود در این صورت و نه هم تسلیم بودن، بلکه اینها گفتیم اجزای این مطلب هست. حالا در اینجا هم که می فرماید ایاک نعبدو، یعنی فقط و فقط تنها تو را می پرستم، یعنی تمام اعمال خیش را من آنچنان به حساب آورده ام، زمینه سازی کرده ام و سنجیده ام که آیا با آنچه تو رضای تو در آن هست با آن مطابقت دارد یا ندارد. این می شود پرستش و عبادت. حالا به تعقیبش فرمود و ایاک نستعین، و فقط هم از تو استعانت می جویم. در اینجا می بینیم کلمه استعانت از خود عون می آید. عون به معنای هر گونه یاری کردن و یاری رساندن هست. در قرآن کریم ما 3 کلمه داریم که این مطلب را برای ما می رساند، که یکی نصرت دادن هست و دوم مظاهرت هست. نصرت دادن به معنای یاری کردن جانی هست، یعنی شما کسی را یاری می کنید که از جانتان برای او مایه می گذارید. از مثال ها می گذاریم که وقت ما کوتاه است. دوم مظاهرت هست. مظاهرت به معنای پشتوانه قرار دادن، یعنی کسی میخواهد کار و عمل را انجام بدهد، شما پشتیبانی خیش را از او ابراز میکنید، شما با او مظاهرت کرده اید. کلمه سوم به معنای عون هست در قرآن کریم.
عون به معنای هر گونه کمک و یاری رساندن به طرف می شود عون. حالا ما هم که بیاییم در این آیه میگوید که یا کنستعین، یعنی تمام کمک ها و تمام یاری ها را پروردگار و من از تو می خواهم. حالا چون در قسمت اول گفتیم که یا کنعبدو، فقط و فقط تو را می پرستم، در پرستش گفتیم تمام اعمال ما باید بر محوریت او بچرخد. پس من بسیار یک حرف بزرگ را گفتم، یک حرفی که شاید توانایی آن را بنده حقیر نداشته باشم که بر این محوریت بتوانم تمام اعمال خیش را قرار بدهم. و تعقیبش فرمودم که یا کنستعین، یعنی اگر من میخواهم تمام اعمال خیش را بر محوریت وجود ذات باری تعالی قرار بدهم، پس کمک و استعانت خیش را نیز از ذات او میخواهم، یاری را از ذات او میخواهم که در تمام شؤونات او مرا یاری کند تا بتوانم بر این خواست و هدفی که تعیین کرده ام برای خیش به این هدف خیش برسم. یا کنستعین، این بدین معنا هست. حالا در ادامه البته مطالب دیگری هم در این قسمت دارد که بماند برای وقت دیگر انشالله. در ادامه می فرماید اهدنا الصراط المستقیم. حالا دست به دعا دیگر برمی داریم. خود کلمه ایاک نعبدو و ایاک نستعین هم نوع از دعا بود، اما دیگر اینجا دعا به حساب می آید و ظاهر می شود. اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت کن به راه راست. حالا در اینجا میبینیم اهدنا، ما را هدایت کن. خود کلمه هدایت را در هفته های قبل هم معنا کردیم، مراحل هدایت را هم گفتیم که 3 مرحله داریم در هدایت. اول ارائه الطریق باشد که نقشه راه را به دست ما میدهد، که خود قرآن کریم هم میفرماید هدی للناس، یعنی این قرآن برای مردمان هدایتگر هست، یعنی این مرحله اول هدایت هست. مرحله دوم را گفتیم ایصال الی المطلوب هست. ایصال الی المطلوب به این معنا که یعنی هدی للمتقین هست، یعنی این قرآن اگر شما آمدید مرحله اول را گرفتید شامل مرحله دوم می شوید، که اینجا خود قرآن می فرماید هدی للمتقین هست. این تاریکی ها و ظلمت های درونی تان را یکی پس از دیگری خداوند از میان می برد و دست شما را می گیرد و به سوی مقصود می رساند. مرحله سوم را هم گفتیم که واتقوا الله و یعلمکم الله هست، یعنی آن مرحله هست که دیگر نه به نقشه ضرورت هست و نه راه، بلکه خود خداوند مستقیما علم را در سینه تان جا می نهد. اینها 3 مرحله از همین هدایت هست. حالا اینجا که می فرماید اهدنا، یعنی ما مرحله آخر را می خواهیم، یعنی خود خداوند مستقیما این علمش را برای ما ارزانی کند. به چه دلیل؟ به دلیل این که فرمود در ادامه آیه صراط المستقیم. خود کلمه صراط به معنای راه است. ما 3 کلمه یا 3 واژه در قرآن کریم داریم که بیانگر راه است. اول سبیل هست، دوم طریق هست و سوم هم صراط هست. کلمه سبیل در جاهای می آید که موضوعات کلی اجتماعی می آید، یعنی از راه‌های مختلف شما می توانید به این راه‌ها برسید که مثل نفقه، مثل انفاقات ما باشد، نماز ما باشد، روزه ما باشد، حج ما باشد، به حساب انفاقات مالی، کمک گرفتن، کمک رساندن به دیگران، اینها تماما شامل همان فی سبیل الله می شود. کلمه طریق هم به معنای راه است، راهی که بسیار کوبیده شده باشد، راهی که بسیار رهروا در آن راه رفته باشد، آن را طریق میگویند. که اما کلمه صراط بر راه باریک میگویند و نزدیک میگویند. به این کلمه صراط گفته می شود. در پهلوی صراط در اینجا میبینیم کلمه مستقیم آمد، یعنی مستقیم هم به چی معنا هست؟ نزدیکترین فاصله بین 2 نقطه را مستقیم میگویند، که اول نزدیکی در آن نهفته است، دوم استقامت در آن نهفته است. فرمود اهدنا الصراط المستقیم، ما را به این راه مستقیم و صراط مستقیمت
هدایت فرما و برای ما این راه مستقیم را بنمایان. این معنای دوم. مطلب سوم هم که در این آیه فرمود صراط المستقیم، زمانه که شما دو نکته را اگر در نظر بگیرید از راه‌های مختلف شما می توانید دو نکته را به هم وصل کنید، اما نزدیکترین فاصله یا نزدیکترین وصله که شما می توانید دو نکته را به هم وصل کنید همان خط مستقیم هست. این مطلب دیگر، چون در اینجا فرمود اهدنا الصراط المستقیم، سخن از راه به میان آمده است. نگاه کنید بسیار معنای جالبی هست در این مطلب. فرمود صراط، وقتی که ما از صراط میگوییم یعنی در ذهن ما راه خطور میکنه، به معنای راه هست. چه وقت سخن از راه به میان می آید؟ زمان سخن از راه به میان می آید که خود این راه نیاز بر راه رو دارد، یعنی کسانی باشند که در این مسیر حرکت کنند. این یک مطلب. مطلب دومی که در راه نهفته هست، کسی که در مسیر در حرکت هست برای خیش در این مسیری که حرکت می کند برای خیش یک هدف دارد و هدف تعیین کرده است. اینجا باید حرکت هم به وجود بیاید. زمانی که شما در زندگیتان یک هدف برایتان تعیین میکنید باید به خاطر رسیدن هدف شما حرکت داشته باشید، شما کار داشته باشید، شما تلاش کنید تا بتوانید به هدفتان برسید. حالا که در این مسیر قرار گرفتید ما به دو چیز نیاز اشد داریم، یا ضرورت این حرکت ما دو چیز است. اول نیرو و انرژی که ما بتوانیم به واسطه آن حرکت کنیم. دوم آن نور یا آن روشنی که مسیر راه را برای ما نشان بدهد. نگاه کنید چقدر این معنا در دل خود کلمه صراط زیبا هست و چقدر هم جالب و چه مطالب را برای من مسلمانی که بارها در نماز خویش می ایستم و این دعا را می کنم چه پیام دارد. می فرماید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی شما در این مسیر قرار بگیرید، حرکت کنید، جد و جهد کنید. نیروی را که در بالا فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین، این استعانت و کمک از ایاک نستعین برایتان داده میشه، یعنی خداوند شما را یاری میکند و شما از خداوند این یاری و این نیرو و انرژی را خواستید تا به واسطه این نیرو شما بتوانید حرکت کنید. نوری را هم که شما در این مسیر نیاز دارید که راه را برایتان روشن کند، ما در آیات متعدد قرآن میبینیم که خداوند از پیامبرش گفتیم به نور تشبیه میکند، از قرآنش به نور تشبیه میکند، از تورات به نور تشبیه میکند، از انجیل به نور توجیه میکند و تعبیر میکند. به همین معنا که یعنی اینها مسیر راه را برایتان نشان میدهد. اما اینجا مسئولیت به دوش من انسان هست که من انسان بتوانم مسیر خیش را در این راستا پیدا کنم و در این صراط المستقیم که من میخواهم در این مسیر در حرکت باشم. این نکته دوم. نکته دیگر هم که در اینجا نهفته است، چون فرمود اهدنا الصراط المستقیم، نزدیکترین راه را من از خدا خواستم، یعنی آن مرحله آخر را. در اینجا میبینیم خود قرآن کریم برای ما در سوره مبارکه یاسین میفرماید که الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای انسان تو با ما تعهد کردی که از شیطان تعبد به حساب پیروی نکنیم. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم را هم که در اینجا قرآن میگوید در سوره مائده در سوره یاسین برای من به حساب معرفی میکند که یعنی این نزدیکترین راه را که تو از من خواسته ای بنده من، این نیست مگر همان بندگی. بندگی را بارها معنا کردیم که یعنی آنچه که خداوند به حساب دستور داده است مطابق آن دستورات حرکت کردن و تمام امورات و شؤونات را مستقیم آن به حساب مطابقت دادن و تسلیم اوامر کاملا بودن می شود بندگی. در اینجا هم فرمود که ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این از صراط المستقیم. حالا ما در اینجا هم خواستیم اهدنا الصراط المستقیم، بعد تعقیبش می فرماییم صراط الذین انعمت علیهم. اما این صراط مستقیم را ما از خدا خواستیم. کدام صراط را؟ صراطی که نعمتهای خیش را خداوند برای بندگان خیش ارزانی کرده است.
آن راه را که خداوند نعمتهای خویش را برای رهروان آن راه عطا کرده است. صراط الذین انعمت علیهم، آن راهی که نعمتهایت را پروردگارا به این بندگانت عطا کرده ای. ما در بخواهیم این نعمتها و این بندگانی که خداوند نعمت را شامل حال آنها کرده است بشناسیم، آیه 69 سوره مبارکه نساء می فرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خداوند برای ما معرفی می کند که این نعمت ها را خداوند به کیها عطا کرده است. در قدم اول می فرماند و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسان از پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت ایمان، اخلاق و عمل صالح داده و اینان نیکو رفیقان هستند. اینها را خداوند معرفی می کند یکی پس از دیگر. اول در قدم اول می شود نبیین. حالا ما که نمی توانیم از جمله نبیین شویم و جمله نبیین باشیم چون اینها مختص به آنها هست، اما می توانیم راه را که نبیین و رفته‌اند و این راه رو باشیم، پیروی از نبی داشته باشیم. این یک مسئله. دوم فرمود و صدیقین، اینها صدیقین هستند. صدیقین کیها هستند؟ کسانی که زبانشان با عملشان کاملا مطابقت دارد و یکسان هست، اینها صدیقین هستند. یعنی هیچ گونه به اصطلاح شک، ریا، تظاهر در عمل آنها و گفتار آنها وجود ندارد. اینها صدیقین هستند. شهدا کیها هستند؟ شهدا کسانی هستند که نظارتگر هستند. ما کلمه شهید را فقط زمانی به کار میبریم که کسانی که به اصطلاح خون از بدنشان جاری شده یا کسانی که در راه خداوند اینها جام شهادت نوشیده اند و به شهادت رسیدن، ما تنها اینها را شهید میگوییم. بلکه اینها تنها نیست، معنای شهید وسیع‌تر از این هست. شهید به کسانی گفته می شود که اینها شاهد هستند، اینها حاضر هستند، اینها حی هستند. ما شهدای زنده هم داریم، کسانی که در راستای دین قرار می گیرند، مبلغان واقعی دین هستند. اینها به خاطر اصلاح جامعه، به خاطر امور بهبود امور مردم کار و تلاش می کنند. در حقیقت اینها شهید هستند. خود کلمه شهید به معنای زنده معنا می دهد، یعنی حی و حاضر. در اینجا هم که شهید می فرماید یعنی آن نظارت کنندگان، کسانی که ناظر هستند بر اعمال دیگران، اینها می شوند شهدا. و به تعقیبش هم فرمود و صالحین، کسانی که در اصلاح بهبود کار مردم هستند، یعنی میخواهند اصلاح کنند امورات مردم را، اینها میشوند صالحین. یعنی این انعمت علیهم که صراط الذین انعمت علیهم، ما میخواهیم ما را خداوند در مسیر کسانی قرار دهد که این نعمتها را شامل حال آنها کرده است. حالا به تعقیبش فرمود غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که بر آنها غضب کرده ای، ولا الضالین، و نه راه گمراهان. میبینیم دو گروه را هم خداوند در اینجا معرفی می کند. در مورد مغضوب علیهم را بعض مفسرین اذا می فرمایند که اینها شامل همان یهودیان می شوند، چون در دو جای قرآن کریم خداوند می فرماید اینها را ما مورد غضب خویش قرار داده ایم. در مورد ولدوالین گمراهان را می گویند که اینها کسانی هستند که همان مسیحیت را می گویند، یعنی اینها شامل حال مسیحیون می شود، چون اینها راه را به اشتباه رفتند، آمدند عیسی را فرزند خداوند قرار دادند. اینها از گمراهی اینها بود. اما در تفسیر بیان سوم می‌فرماید که اینها مختص به این دو گروه نمی شود. هر آن کسی که در مسیر الهی به حساب قرار بگیرد و اوامر الهی به گوش آنها برسد، کسانی که میشنوند و میفهمند که این اوامر الهی است و به حقیقت این اوامر به اصطلاح پی میبرند،
اما از آن پیروی نمی کنند، اینها می شوند مغضوب علیهم، مورد غضب پروردگار قرار می گیرند. یعنی مستکبرین و متکبرین که خودخواهی ها و به حساب خودبینی های اینها باعث آن می شود که اینها را نمی گذارد که از راه شریعت و دین به حساب اینها بیایند پیروی کنند. اینها می شوند مغضوب علیهم. ولضالین کی ها هستند؟ ولضالین کسانی هستند، این گمراهان آنان هستند که مسیر حق را پذیرفتند، در این مسیر می روند یک مقدار، اما ذوقهایشان، سلیقه‌هایشان، اندیشه‌هایشان بر اینها غلبه کرده و اینها را از مسیر خارج می‌کند. یعنی می‌بینند که به حساب یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، بعضی را می‌پذیرند بعضی را نمی‌پذیرند. ذوقها و سلیقه‌هایشان می‌آید در دخالت در دین پیدا می‌کند و اینها را از مسیر منحرف می‌کند. اینها میشوند گمراهان. حالا مسیحیت را هم که در اینجا مثال میزنند به همین خاطر که مسیحی آمدن حضرت عیسی را در اول پذیرفتند، اما بعدا او را فرزند خدا خواندند، بعد روح القدس را هم بر آن آوردن، اضافه کردند و ثلاثه شد و به حساب سه گونه، به حساب سه نوع به خداوند به حساب ایمان آوردن. یعنی ذوقها و سلیقه‌هایشان شامل حال شد و اینها از گمراهان شدند. حالا ما در این دعا و در نماز که میگوییم صراط الذین انعمت علیهم، آنان که بر آنها به حساب نعمتهایت را ارزانی کرده، غیر المغضوب علیهم، یعنی از این گروه مغضوب علیهم هم نباشیم، و الضالین و از گمراهان هم ما را پروردگارا حفظ بفرما. انشالله که تانسته باشم یک مقدار این سوره شریفه را و آیاتش خدمت شما عزیزان روشن ساخته باشم. البته قابل یادآوری است که بنده بسیار و بسیار فشرده مطالب خدمتتان عرض کردم که در تفاسیری که بنده دیدم، خود تفسیر سوره مبارکه حمد در جلسه قبل هم گفتیم که خودش یک کتاب هست. در سخنرانی هایی که از مفسرین شنیدم که دو سه سخنرانی را بنده دیدم، یک سخنرانی در حدود 9 جلسه بود، سخنرانی دیگر در حدود 8 جلسه بود که 8 کدام اینها 1 ساعت به حساب سخنرانی بود که تفسیر سوره را به حساب گفتن. بنده فقط فشرده تمام مطالب جمع‌آوری کرده و خدمتتان تقدیم کردم. امیدوار هستم که مورد استفاده قرار بگیرد و انشالله تانسته باشیم آیات را خدمتتان روشن ساخته باشم. فقط یک 3 کلمه دعا میکنیم در اخیر و سلام. پروردگارا به عظمتت و به این رحمتی که خدایا تو در این رحمان بودنت خلقت ما را قرار داده ای، ما را شامل رحمت واسعت قرار بده. پروردگارا در اینجا که فرموده ای ایاک نعبد و ایاک نستعین، به ما هم توفیق این را عنایت کن که فقط و فقط تو را بپرستیم و کمک و یاری از تو بخواهیم در تمام امورات زندگی خویش. پروردگارا در اینجا فرموده ای اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. به عظمت این سوره مبارکه و به عظمت رسول مقبولت و اهل بیت طهارتت، خداوند در این اوضاع آشفته روزگار بر همه ما توفیق عنایت بفرما. از این مسیر که هر روز در 10 بار در نمازهای خویش تکرار میکنیم و از تو میخواهیم، خداوندا به عظمت این سوره مبارکه و به عظمت اهل بیت پیغمبرت بر ما این صراط المستقیمت را بنمایان و ما را بر آن قرار بده و این لغزش هایی که ما در زندگی داریم و این گمراهی هایی که در زندگی داریم و این حملات نفسی که بر ما حمله می کند، خداوندا به حق عظمتت، به حق عظمت این سوره مبارکت، به حق عظمت اولیاء و انبیایت ما را از این لغزش ها حفظ بفرما. پروردگارا توفیق واقعی بندگیت را بر ما و تمام مؤمنین و مسلمانان عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.